بدون سلام علیکم معطلی یه راست بریم سر وقت موضوع امشب باز هم پیشنهادیه. دوست دارم شما پیشنهاد بدین. دوستان اگر یادتون باشه یه ماده‌ای شما براش انتخاب کردید بین زرد دم سفید و سرور دم سفید که سرور انتخاب کردیم و یک بلایی سرش آورد این نامرد خوشگل و جداش کردم. ایشون گفتم این یه رگی داره، رگ وحشی داره که یکی دو تا از عموزاده‌هاش به این شکل وحشی هم و فقط خودشون باید ماده رو انتخاب کنن متاسفانه. خب اینو من جدا میکنم، اما پیشنهاد من اینه شما تایید میکنید که برای اون ماده سروری که این آقا نابودش کرد برادر بزرگش رو بندازیم باش. البته این بی کاکله ولی ممکنه خوشگل‌تر و زیباتر از این باشه. این یکم ریز در اومده ولی این ماشاءالله هیکلی درشت و بی‌نظیر. البته پدر مادرش دو تا کاکل میخوان مثل او برادر است، ولی دیگه متاسفانه این به این شکل در اومد. حالا ماده سروری که انتخاب کردیم و این آقا بلا سرش آورد، اون کاکلش میخه درشت 15 پردومه و بسیار زیباست، با زمینه کرم و خالای قهوه‌ای شکلاتی سرکه‌ای سیاه پرخاله، چاپ هم داره. حالا من تو جفتگاهه دوباره درش بیارم. خب اینه کبوتر دوستان، نگاه کن کلش ورم کرده و خدا رو شکر حالا نه به اون صورت ورم کرده ولی دوباره سر حال شده. ببین چه قولیه، یه چاپی هم تو کتشه. خب این چاپ رو می‌بینی؟ یعنی چاپ این دوباره شروع کرد بندازیم. نظرتون چیه در مورد این؟ اگر اوکیه که من از فردا یا از همین الان بندازمشون پاجفت و شروع کنیم به جوجه گرفتن. ایشون کاکلش میخه بسیار زیباست، این هنوز جوونه، تازه الکن خوش کرده ولی متاسفانه چشاش هم سفیدن حالا چون شبه زیاد مشخص نیست، درست نوره ولی شب دیگه چشا باز میشن، اون سفیدیا باز میشن و سیاهیا بیشتر دیده میشن. حالا اگر توجه کرده باشی یه حلقه سفیدی دور چششون هست. پس دوستان اگر پیشنهاد من برای شما مثبته، خب به من بگید، تو کامنت ها به من بگید و بذار ببینیم چی میشه در نهایت چی میشه. خب دوستان ایشون با ایشون ازدواج کنن آیا؟ خب دوستان ممنون که تا اینجا با من همراه بودید، از اینکه حمایت میکنید، از اینکه لایک میکنید، سابسکرایب میکنید و کامنت میذارید و هم راهی میکنید. سپاسگزارم، نیاز به حمایتتون دارم ولی با رضایت. فقط دوست دارم شما راضی باشید. امیدوارم که از این کلیپ لذت برده باشید و تا کلیپی دیگر و درودی دیگر بدرود.